مهماندار هستیم با جناب قاری صاحب پاینده محمد مخلص نعتخوان و همچنان قاری صاحب که قرائت داره در برنامه و اجرای نعت زیبای خواهد داشت. با اونا هم کلام میشیم. سلام بر شما و خسته نباشین. خیلی خوش آمدید. زنده باشین. عرض سلام خدمت شما، خدمت اعزایی که همین اکنون ما را بیننده هستند. بخیر و عزت باشین. خیلی خوشحال هستیم که شما را داریم. افتخار بخشیدین. جناب قاری صاحب، در برنامه امروز گپ و گفت هم خواهد داشتیم. ما خودت در رابطه با این برای ما بگین که چقدر وقت میشه، چی مدت میشه خودتان نعت خوانی میکنین، اجرای نعت داشته میباشین و کدام سبک های قرآن عظیمشان را بلد هستین که تلاوت بکنین؟ تشکر. من تقریبا 5 سال، تقریبا 6 سال میشه که ترانه میخوانم. ماشاءالله. و حافظ قرآن هم هستم و قرآن کریم تقریبا به تقلید از علی جابیر و از شیخ شریم امامای حرم شریف تقلید میکنم، به تزوها میخوام. ماشاءالله. خداوند حفظتان کنه و خیلی کار عالی را انجام میتین. از افغانستان به ما بگوین که در افغانستان هم ماشاءالله من میبینم قاری صاحبای ما خیلی پیشرفت کردن، دستاوردهای خوب در این راستا داشتن، برنامه‌ای را که ایجاد میکنن در افغانستان. چقدر امی بخش ما توجه زیادتر داشتیم، چقدر توانستیم به ما هدف اصلی خدا برسانیم که در دنیای اسلام اما هدف که گذاشته شده که با مو سبک هایی که باید قرائت شود، حسن قرائت چقدر روش کار شده؟ الحمدلله تقریبا در چند سال گذشته در افغانستان اساتید بزرگوار و علما و قرا زیاد کار کردن الحمدلله و قاری صاحبا در بخش تلاوت قرآن کریم، در بخش حدر و ترتیل الحمدلله، در بخش تجوید خیلی خوب شدن و استادا زحمت میکشن الحمدلله. در این بخش حافظای قرآن کریم و قرآن خیلی روش کردن الحمدلله. ماشاءالله باشه. خیلی سپاسگزار هستم. جناب قاری صاحب، از شما یک قرائت داشته می باشیم در نخست، روی نعت شریف خواهد رفتیم ان شاء الله. بخیر باشین. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا صدق الله العظيم.
ماشاءالله، خداوند خیر نصیبتان بکنه. قاری صاحب محترم، خیلی سپاسگزار هستم. بخیر و عزت باشین. با کدام سبک‌ها بلدیت دارین از سبک‌هایی که در قرآن عظیمشان تلاوت میشه، قرآن عزیزی که قرائت میکنن به بله. لحن‌های تشکر مختلف؟ حسیب جان. من حدر میخوانم خیلی خوب. و تلاوت قرآن کریم به شکل حدر میکنم و پیشترم یادآور شدم که به طرزی از تقلید دارم از طرز علی جابر دقیقاً. و شیخ شوریم. دقیقاً. در عربستان سعودی خصوصا مکه شریف زیادتر در مکه معظمه از حدر استفاده میکنه، حدر میخوانن زیادتر. بله. و مشق زیادتر بی خیلی کم رنگ دیدیم. یا اگر بگویم که هیچ نمیخوانن هم درست است. زیادتر حدر. درست است. قرایی که در مصر هستن اونا زیادتر مشق و ترتیل و تحقیق میخوانن و قرایی که در طرف عربستان و سعودی و اینجا هستن اونا حدر میخوانن قرآن کریم. دلیلش میشه واضح باشه؟ دلیلش این است که استادایی که در مصر هستن زیادتر اونا تحقیق و یعنی تحقیق میخوانن قرآن کریم. استادایی که در اونجا خدمت کردن و قرایی که در عربستان هستن اینها حدر میخوانن، به شکل حدر تلاوت میکنن. خیلی خوب، بسیار عالی. و با مشق هم بلدیت دارین دیگه حتما؟ به مشق زیاد نیکم تون بلدیت دارم. خیلی خوب. از شما نت شریف همچنان داریم میشنویم؟ ان شاء الله در خدمت بسیار هستم. خوب. تشکر. بسم الله. رسولی مهربانی ها محمد رسول الله. رسولی مهربانی ها محمد رسول الله. 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 محمد سروری عالم. محمد سروری آدم. محمد شد رسول الله گواهی او همه دنیا. ندایش صلح و آزادی رهایی از اسارتها. الا ای کافران آیید به سوی جنت المأوا. رسول مهربانی ها محمد رسول الله. رسول مهربانی ها محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. شعاری اشهد انه محمدا رسول الله بود هر روز و شب وردی زبانی مومنی پویا. شده اصحاب و یارانت فدایت یا رسول الله. صد اسماعیل به قربانت هزاران جان بی پروا. رسول مهربانی ها محمد رسول الله. رسول مهربانی ها محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. اگر کافر زنادانی روا دارد جسارت را وگر داند مقامت را رها سازد اهانت را. مگر آن کس که چشمی او مثالی بولهب کور است بگو تبت یدا بر او درک مأوای او بادا.
رسول مهربانی ها محمد رسول الله، رسول مهربانی ها محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. چه جرمی هان فراتر از اهانت بر رسول الله، سر و جانها فدایی او بود از جان ما اولا. محمد همچو خورشیدی بود در آسمان تابان، دو چشمی حاسدان کور از شعاع نور او بادا. رسول مهربانی ها محمد رسول الله، رسول مهربانی ها محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. ماشاءالله، خیلی عالی، خیلی عالی. صلی الله علیه و سلم. خیلی سپاسگزار هستم جناب مخلص صاحب بابت خوانش نعت زیبا و قرائت زیبایتان. اگر قرائت یا نعت دیگه هم دارین در خدمت خواهد بودیم ان شاء الله. یک ترانه دیگه هم در خدمت شما بسیار خوب. قبل از اینکه روی ترانه بپردازیم، از ترانه خوانی و نعت خوانی برام بگین چقدر وقت میشه که اینا را شما گفتین 6 سال 5 سال میشه اینا رو پیش میبرین؟ 6 سال 5 سال میشه. اینا هم سبک‌های مختلف داره؟ بله. با کدام سبک‌های خود نعت خوانی و ترانه خوانی بلدیت دارین؟ ما تقریبا به سبک یا به طرز استاد ضیاءالرحمن صحت، استاد تجوید دارالعلوم زاهدان ایران، به شکل و ثبت او میخوانم. بسیار خوب، بسیار خوب. این قاری صاحب محترم، این سبک‌ها را باز انتقال هم میتین به افغانستان و نازنین، به قاری صاحبایی که در هیجه هستن یا شاگردایی که در هیجه هستن؟ طبعا کسایی که علاقه‌مند می باشند در هر طرز باز ما امروشون همکاری می داشته باشیم. بسیار خوب، بسیار خوب. درسای خوب افغان‌ها همچنان دارن که اینجا خودشون بخوانش میگیرن و خیلی خوب هست. در مصر هم زیادتر خوب بخوانش میگیرن، ترکیه را همچنان دیدیم. درس‌های مختلف، سبک‌های مختلف هست. از شما میشنویم. تشکر. بخیر باشید. عشق قرآن بر دل و جان آیتی ایمان بود، نور بی پایان قرآن روشنی جان بود، نور بی پایان قرآن روشنی جان بود. سرفرازی سر بلندی عزتی دنیا و دین، افتخاری ما به دنیا از همین قرآن بود، افتخاری ما به دنیا از همین قرآن بود. می نمایاند به انسان راه راستی زندگی، هادی و همراه نما و رهبری انسان بود، هادی و همراه نما و رهبری انسان بود. ای مسلمان قدر این گنجی الهی را بدان، هر کلامش گوهر و دریای بی پایان بود، هر کلامش گوهر و دریای بی پایان بود. هست و قرآن مونس و آرامش روح و روان، بر همه افسردگی ها مرهم و درمان بود،
بر همه افسردگی ها مرهم و درمان بود. هر کس از این گنج رحمانی نبرده بهره ای، قلبی او ویران و زار و کلبه احزان بود. قلبی او ویران و زار و کلبه احزان بود. ای مسلمان ذکر کن در خلوت و شبهای تار، این کلام در ظلمت قبرت مهی تابان بود. این کلام در ظلمت قبرت مهی تابان بود. راه خوشبختی و راه عزت و فرزانگی، باد و بال پرتوانی سنت و قرآن بود. باد و بال پرتوانی سنت و قرآن بود. ماشاءالله ماشاءالله، بدون شک راه خوشبختی و عزت و فرزانگی راه قرآن و راه سنت پیامبر گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. خیلی عالی، شما هم به خوانش گرفتین. خیلی سپاسگزار هستم جناب و مخلص. خداوند شما را در میزان اعمال صالحتان زیاد بکنه و ان شاء الله که بارزوهای دلتان برسین. بخیر باشین. خیلی سپاسگزار هستم. اگر پیام دارین، گپ و گفت دارین، تلویزیون ملی افغانستان کمریج خدمتتون است. تشکر، با عزت باشین. یک پیام خاصی انشالله برای جوانا و برای جوانای عزیزی وطن دارم. خیلی خوب. و امیدوار هستم که جوانا این پیام بنده کوچک به گوش بگیرن و بشنون. پیامی که من دارم برای جوانای عزیزی افغانستان همی هستند که درست است که در افغانستان مشکلات وجود داره، سختی ها وجود داره، به هر شکلی که میشن دست بخورن و خود به یک جای برسانن. خیلی خوب. خیلی سپاسگزار هستم. تشکر از حضورتان. موفق باشین ان شاء الله که بر فراز قله های موفقیت شما را ببینیم و سپاسمند هستم. جناب قاری صاحب محترم، پاینده محمد مخلص، نعت خوان و ترانه خوان و همچنان حافظ قرآن عظیم شان که اجرای نعت زیبا و یک ترانه زیبا و همچنان تلاوت قرآن عظیم شان داشتین. تشکر از حضورتان. موفق باشین. سپاسگزار هستم. بخیر باشین.